سلام از بافی باف. غزال هستم، مدرس آموزش قلاب بافی. امروز اومدم با آموزش چگونگی گرفتن نخ هنگام قلاب بافی. این یکی از روش های گرفتن نخ هست هنگام بافتن. روش های دیگه هم هست، اما این بهترین روش و آسون ترین روشیه که من بهت یاد میدم. قبل از آموزش این قلب پایین رو قرمز کن و یه کامنت خوشگل و پر انرژی هم برام بذار. سیف کن پستو، چون که به دردت میخوره. برای دوستان و عزیزانت هم حتما بفرست. نخ رو از روی انگشت کوچیکم رد میکنم، میدم به سمت کف دستم و از بین انگشت وسط و انگشت اشاره این نخ رو میارم بیرون و میارم روی انگشت اشارم و به کمک انگشت شستم و انگشت وسطم این نخ رو میگیرم و شروع میکنم به بافتن به همین راحتی. خوبی که این روش داره اینه که هنگام بافت مثل روش‌های قدیمی نیاز نیست که تو چندین بار این نخ رو دور انگشتت بپیچی. یه خوبی دیگه هم داره اینه که هنگام بافتن نخ به راحتی بین انگشتات حرکت میکنه. امیدوارم که این آموزش برات مفید بوده باشه. تا ویدیوی آموزشی بعدی، خدایا رو نگهدارتون.